اگه همین الان مغز خیلی از ماها رو اسکن بکنن، ممکنه تصویر شبیه به مغز یه معتاد دیده بشه. نه معتاد به مواد، بلکه معتاد به چیزی پنهانتر. و اون چیزی نیست جز دوپامین. همون ماده‌ای که لذت رو ایجاد میکنه، ولی اگه زیاد بشه میتونه مثل یه سم عمل بکنه. تا حالا با خودت فکر کردی که امروزه چرا نمیتونی کتاب بخونی، چرا زود خسته میشی، چرا شروع میکنی ولی ادامه نمیدی؟ اگه تو هم دوست داری به این جواب و کلی جوابهای دیگه برسی، لطفاً این ویدیو رو تا آخر ببین تا ذهنت یه بار برای همیشه روشن بشه. حالا بیایید ببینیم که دوپامین چیه و چطور میتونه ماها رو به یه برده تبدیل بکنه. دوپامین یه انتقال دهنده عصبیه که هنگام انجام فعالیت‌های لذت بخش ترشح میشه. اما نکته علمی مهم اینه که تحقیقات دانشگاه هاروارد نشون داده که مغز انسان نسبت به پاداش‌های سریع و مکرر حساسیت خودش رو از دست میده. یعنی اگه هر روز در معرض صدها ویدیو، نوتیفیکیشن و پیام باشی، مغزت یاد میگیره که فقط به تحریکات خیلی شدید پاسخ بده و نتیجه میشه بی‌حوصلگی، بی‌انگیزگی و کاهش تمرکز. دقیقاً مثل یه فردی که دائما داره فست فود میخوره، دیگه از غذاهای خونگی لذت نمیبره. بنابراین مغز ما هم نیاز به پاکسازی از دوپامین های فوری داره. حالا بریم سراغ 4 دروغ خطرناکی که مغز ما دائما بهمون میگه. مورد اول، بعداً انجامش میدم. این جمله یعنی الان مهم نیست، ولی تحقیقات نشون داده که مغز وقتی کاری رو به تعویق میندازه، با هر بار تکرار این مسیر عصبی قوی تر میشه. طبق مطالعه‌ای از دانشگاه استنفورد، کسانی که عادت به اهمال کاری دارن، سطح استرس بلند مدت بالاتری هم تجربه میکنن. مورد دوم، حق داری حال کنی. این جمله مثل آب نباتیه که با لبخند یه سم رو قورت میده. همه ما میدونیم زندگی شادی میخواد، اما لذت هایی که سازنده باشن. فکر کن هر بار که بهت گفته شده حقت حال کنی، در واقع حق رشدت رو ازت گرفته. مورد سوم، فقط یه نگاه بنداز. همیشه با یه نگاه شروع میشه، ولی این نگاه چند ثانیه‌ای میتونه تبدیل بشه به نیم ساعت و بلکه ساعتها توی شبکه‌های اجتماعی و اینجاست که مغز یاد میگیره با کمترین تلاش بیشترین لذت رو بگیره و همین مخربه. مورد چهارم، هر وقت بخوای میتونی برگردی. تمرکز چیزی نیست که با زدن دکمه‌ای برگرده. هر قطع شدن مغز رو چند پله عقب‌تر میبره و بعد از مدتی دیگه نمیتونی 10 دقیقه بدون پر شدن کاری بکنی و این همون عمق فاجعه است. خب دوست عزیزم، اگه تا اینجای کار حس کردی که یه جای کارت میلنگه، تقصیر تو نیست، فقط مغز تنظیمات اشتباهی خورده. ولی اگه این ویدیو برات مثل یه دکمه ریست بوده، با یه لایک ساده میتونی نشون بدی که هنوز میخوای دوباره کنترل رو به دست بگیری. حالا وقتشه بریم سراغ راهکارهایی که برای بازپسگیری مغز از دوپامین. مورد اول، دوپامین فست. 24 ساعت بدون حرکت زیاد بمون. شبکه‌های اجتماعی رو حذف کن، فیلم و آهنگ‌های هیجان انگیز رو کنار بذار و برو توی سکوت و سکون. روزی که لذت مصنوعی نباشه، مغز دوباره لذت از چیزهای واقعی رو پیدا میکنه. اینجا مغز فرصت پاکسازی و بازسازی پیدا کرده. مورد دوم، جایگزینی لذت‌ها با نسخه سالمشون. کتاب به جای ویدیو، موسیقی ملایم به جای ترک های دوپامینزای تند و یا قدم زدن به جای اسکرول کردن. یادت باشه تو قرار نیست از لذت دست بکشی، بلکه میخوای لذت واقعی رو دوباره کشف کنی. مورد سوم، ساخت دیوار مقاومت در برابر وسوسه. محدود کردن دسترسی بزرگترین کمک به مغزه. وقتی فریب وسوسه های دیجیتال دم دست نیست، 1 ساعت کار بیوقفه بیشتر از 4 ساعت با پرش ذهنی ارزش داره. مورد 4، طراحی روتین صبح طلایی. یه صبح درست کل روز رو درست میکنه. وقتی با ذهن آروم بیدار بشی، بدون اسکرول کردن، در سکوت، مغز فرماندهی روزت رو به دست میگیره.
دقت کردی که پدر مادرهایی که همیشه ماها رو سرزنش میکردن به خاطر گشتن ساعتها توی صفحه‌های اجتماعی حالا خودشون کلاً غرق شدن. حالا خوشحال میشم که توی یه کامنت بهم بگی که کدوم قسمت این ویدیو بیشتر به دردت خورد. زیرا که حرف تو میتونه یه تلنگر باشه برای چندین و چندین نفر دیگر. یادت نره زندگی ما با انتخاب‌های کوچیکی ساخته میشه. انتخاب دیدن یه ویدیوی آموزشی به جای یه کلیپ خنده‌دار. این یعنی تو هنوز امیدواری. اگه یه نفر باهوش باشه، آگاه و بیدار، خودشه که مسیر ذهنش رو انتخاب میکنه، نه الگوریتم ها. پس بیاید امروزو با یه سوال تموم کنیم. من کنترل ذهنم دست خودمه یا دست دستگاهی که دارم باهاش این ویدیو رو میبینم؟